سلام دوستان، وقتتون بخیر. به کانال ترکیش محگل خوش اومدین. امروز میخوام بهتون یاد بدم چطوری شماره تلفنتون رو به ترکی استانبولی بیان کنین. خب اول از همه اینو بگم که شماره های موبایل توی ترکیه 11 رقمی هستش و با 05 شروع میشه. خب خیلی جاها مثل فارسی که ما 0 رو حذف میکنیم، به فرض اگه یه شماره موبایل با 0912 شروع بشه ما 0 رو نمیگیم، میگیم 912. توی ترکیه هم همینطوری هستش، خیلی جاها 0 رو نمیگن و با 3 رقم اول شروع میکنن. برای بیان شماره موبایلتون اول میایین 3 رقم اول رو با هم دیگه میگین، بعدش 3 رقم دوم رو با هم دیگه میگین، بعدش 2 رقم اول و بعدش هم 2 رقم آخر رو. حالا چطوری الان با مثال براتون توضیح میدم. خب الان اگه بخوایم این شماره رو بیان کنیم میگیم 0552 168 24 32. دوستان اگر که اعدادم بلد نیستین، داخل ویدیوهای قبلی بهتون آموزش دادم، توی کانال هست، میتونین تماشا کنین. خب بریم که یه مثال دیگه با هم دیگه حل کنیم. شماره تلفنمون اینجا با کد شروع شده، کد ترکیه 2090 هستش و به این شکل بیان میشه آرتی 90. آرتی به معنای هم به اضافه ای هست که ابتدای کدمون هست، یعنی هم 20 و 90 هم که یعنی 90. بعدش 3 رقم اولمون رو بیان میکنیم 545. بعدش 3 رقم دوممون که اینجا 20 داریم، 20 رو میتونیم به 2 مدل بیانش کنیم. یکی میتونیم بگیم 005 یعنی تک تک بگیم 0 رو با 5، یکی هم میتونیم بگیم چیفت 0 چیفت یعنی همون جفت. بعدش 2 رقم اول اون و در نهایت 2 رقم دوم 85. پس چی شد؟ Artı 90, 545, çift 05, 10, 85. خب درس امروز به پایان رسید. امیدوارم که ویدیو براتون مفید باشه. یادتون نره که ما رو سابسکرایب کنید. تا درس بعدی، خدا نگهدار.